سلام. تازگی‌ها خامنه یک معضل جدیدی توی نظامش کشف کرده، معضلی به اسم عدم اعتماد مردم به دولت. مسئله احیاء اعتماد مردم بسیار چیز مهمی است. این بزرگترین سرمایه است برای یک دولت که بتوانه اعتماد مردم رو جلب کنه، که خب البته این متاسفانه یه مقداری آسیب دیده. این باعث ترمیم کنید این رو. یه مقداری آسیب دیده؟ این مطمئنی؟ بله، مثل اینکه بعد از 40 سال اینا بالاخره اعتراف کردن که مردم بهشون اعتماد ندارن. در واقع اعتماد ندارن که اسم شیکه. این اعتماد ندارن اسم مستعار نفرت عمیق مردم از تمام سران این حکومته. آقا فرمودن این اعتماد بین مردم و دولت لطمه خورده است. مثل اینکه لطمه خورده اینجا یه چیزی، مثل اینکه این اعتماد چیز شده. حالا چرا اینطور شده؟ که ما یک ادبیاتی در بین رؤسا و وزرا و اینا داشتیم در سالهای قبل که دیگه نهایتاً اسمش را گذاشتن گفتار درمانی. یعنی می اومدن همش حرفای قشنگ می زدن، اما از عمل خبری نبود. یه جوری صحبت میکنه که انگار خودش و آقاش هیچکار حسن مملکت بودن. پس اون وعده‌های کشکی سر تولید واکسن داخلی رو کی بلغور میکرد؟ واکسن رو به وجود آوردن. ما شدیم جزو 5-6 تا کشوری در دنیا که میتوانند واکسن کرونا رو تولید کنند. اینا گفتار درمانی نبود ها؟ با همین وعده‌های آبکی خرید واکسن خارجی رو عقب انداختید و الان فاجعه کرونا رو رقم زدید. بعد روزه ترمیم اعتماد مردم هم میخونید؟ با این حال به نظر میرسه که همه مقامات نظام بدجوری قلنج اعتماد گرفتن و رئیسی رو هم آوردن تا این اعتماد از دست رفته مردم رو یه جوری برگردونه. یکی از چیزایی که آسیب دیده جناب آقای حیدری در این مدت به نظرم اعتماد مردمه. ما باید این اعتماد آسیب دیده رو بازسازی کنیم. اعتماد که آسیب ندیده، اعتماد مردم رو شما از روز اول حاکمیتتون نابود کردید. به اعتماد مردم خیانت کردید. اعتماد رو اگر میخوای بازسازی کنی، اول باید ببینی که چرا اعتماد رو از دست دادی. بابا اعتماد مردم از دست رفته چون 40 سال جنایت کردید. 30,000 تا رو تو تابستان 67 قتل عام کردید. 1500 تا رو تو آبان کشتید. هواپیمای اوکراینی رو زدید. با تصمیم شخص اول مملکت سر ممنوعیت ورود واکسن چند صد هزار نفر رو توی کرونا بکشتن دادید. اگر میخوای اعتماد بازسازی بشه، از 100 تا ذیلتون باید محاکمه بشن. اونی که برای 30,000 تا حکم اعدام صادر کرد محاکمه بشه. اونی که تصمیم موشک زدن به هواپیما گرفت محاکمه بشه. اونی که گفت واکسن خارجی ممنوعه محاکمه بشه. درخواست محاکمه و مجازات خامنه‌ای. دادستان دادگاه ویژه روحانیت آقای سید علی خامنه‌ای گفته است که به واکسن‌های ساخت کشورهای آمریکا و انگلستان و فرانسه اطمینان ندارد و این سخنشان باعث ترس و اضطراب و تشویش من و بسیاری از افرادی که در نظر داشتیم از واکسن‌های ساخت کشورهای فوق استفاده نماییم شده است. نظر به این که این کار آقای خامنه‌ای از مصادیق تشویش اذهان عمومی باشد، درخواست دارم تا برای محاکمه و مجازات آقای خامنه‌ای اقدام نمایید. حالا این یارو جلاد 67 رو آوردن که به خیال خودش اعتماد مردم رو بازسازی کنه. چجوری؟ با کدوم برنامه؟ خیلی ساده، از گفتار درمانی سویچ کرده به ایشالا درمانی. امیدوارم که انشالله در عرایض بنده انشالله دنبال خواهد شد. انشالله فکر میکنم انشالله کفایتش رو انشالله قابل قبولی انشالله بهش برسیم. انشالله من برام اینه که انشالله بگیم این کارا شده است. انشالله همینطور خواهد بود. این کار دنبال میشه انشالله که انشالله تا چند روز آینده این منشور عمل انشالله مر برکت انشالله. امیدوارم انشالله خداوند انشالله همه ما را آدم کنه. با این همه انشالله اینقدر فشار به موتورت نیار، پوست سیلند قاش میخوره. حالا بریم ببینیم این آقای ایشالله ماشالله با چه طرحهایی میخواد ترمیم اعتماد کنه. آقای دکتر از آقای دکتر؟ این ماهی 6 کیلو سواد کی دکتر شد؟
قشنگ معلومه یه مجری دروی پاچه‌خوار موقعیت طلب گذاشتن که یه آخوند بی سواد رو به عنوان دکتر رنگ کنه و تحویل ملت بده. آقای دکتر، از موضوع شماره 1 کشور شروع کنیم، از موضوع کرونا که به هر حال روزانه چند صد تن از هموطنان ما متاسفانه دارن فوت میشن. ما چه برنامه‌هایی رو اجرا کردیم و چه برنامه‌هایی رو در دستور کار داریم؟ مسئله بیماری کرونا از اولویت‌های دولت بود که باید حتما براش یه راهکاری که کاملا بتونه مشکلات رو خوب ببینه و راهکار دقیقی براش بیابه. یعنی آخه گاگول چرا مشنگ بازی در میاری؟ کی راه کار بیابد ببیند؟ تو مثلا رئیس جمهور نظامی داره از تو سوال میکنه راهکارت چیه؟ امروز 40 میلیون دوز واکسن تأمین شده به طور قطعی و اقداماتی شده برای که ما بتونیم تا مرز 100 میلیون انشالله واکسن رو تأمین کنیم از خارج از کشور. این تا بهمن ماه هر ایرانی 2 دوز انجام میشه انشالله، شاید هم زودتر انجام بشه. یعنی وایسا کجا؟ چی شد؟ 40 میلیون واکسن وارد کنیم و 100 میلیون واکسن وارد کنیم و تا بهمن ماه هم 50 میلیون بزنیم. به همین سادگی میخواد این 8 ماه گذشته رو قشنگ ماسمالی کنه بره. بابا همه دنیا بهمن سال گذشته واکسیناسیون رو شروع کردن، الان دارن تموم میکنن. بعد تو تازه داری وعده بهمن ماه آینده رو میدی؟ شما اول باید جواب بدید که چرا تا الان واکسیناسیون رو پیش نبردید؟ چرا تا الان واکسن وارد نمی‌کردید؟ تو میتونی سر ورود میلیونی واکسن با تمام قدرت شیهه بکشی، ولی ما ارعر دیروز تو رو فراموش نکردیم. رهبری بسیار حکیمانه تحریم کردند و ممنوع کردند واکسن امریکایی و انگلیسی رو. فلسفه‌ش هم اینه که مردم ایران نباید آزمایشگاه واکسن امریکایی و واکسن انگلیسی بشن. بالاخره ما این حرفتون رو باور کنیم یا اون ادعای واردات 40 میلیون واکسن خارجی رو؟ چون این وعدات هم خیلی آبکیه. همین اخیراً پاسا سلامی اومد دوباره گفت واکسن خارجی نمیخوایم چون شاید سلاح بیولوژیک باشه. خیلی ها دوست داشتن که ما در این شرایط بیماری به سوی دشمنانمون دست دراز کنیم و نیازهامون رو به اونها ارجاع بدیم و از اونها کمک بخوایم، در حالی که ما به اونها بی‌اعتمادیم. ما نمیتوانیم سلامت جامعهمون رو به دست دشمنانی بسپاریم که استفاده از سلاح‌های بیولوژیک جزئی از استراتژی مواجهه اونها با دشمنانشونه. پس از پرونده سیاهتون توی کرونا نمیتونی اعتمادی ایجاد کنی. برو ببینیم دیگه چی توی چنته داری. شاید مهمترین هاش 1 میلیون مسکن در سال هست که جناب عالی قول دادین. وزیر محترم راه هم از مجلس با همین وعده رأی اعتماد گرفتن. وعده‌ای که داده شده باید عملی بشه و اجرایی بشه. چرا؟ برای اینکه ما بیش از 1 میلیون مسکن در هر سال نیازمندیم، قریب 2 میلیون نیازمندیم، لکن کف رو ما گفتیم 1 میلیون رو که قابل اجرا باشه. تنها جایی که بی سوادی به کمک رئیسی میاد همینجاست، چون اصلا فهمی نداره که 1 میلیون چقدره. راحت میگه 1 میلیون مسکن توی سال میسازیم. آخه تو میدونی 1 میلیون مسکن فقط چه هزینه ای میخواد؟ اصلا ما هم نمیگیم، ما همین بغل دستی خودتون دارن میگن. سعید محمدتون هم گفته برای 1 میلیون مسکن حداقل 500,000 میلیارد تومان پول نیازه که 5 برابر بودجه عمرانی سال 1400. یکی از اصلی ترین دلایل مخالفان این وعده موضوع تورمزا بودن ساخت 1 میلیون مسکن در سال است. به گفته کارشناسان منتقد، ساخت این حجم از مسکن نیازمند حداقل 500,000 میلیارد تومان نقدینگی است که چنین رقمی 5 برابر بودجه عمرانی کشور است و تزریق چنین عددی تورم 30 تا 40% بیش از نرخ تورم بالای کنونی را در پی دارد. پس بودجهشو که نداری، اینم از تورمی که ایجاد میکنه. بعد تو اگر میخواستی این وعده رو سر سال عملی کنی، باید روزی حداقل 2700 مسکن تحویل میدادی. یعنی تا همین الان که 1 ماه گذشته 100,000 خونه بدهکاری، ولی یه آلونک هم درست نکردی. آخه آخوند شلمغز، فقط تا آخر همین برنامه باید 40 تا خونه تحویل میدادی. فهموندن این آمار و ارقام به این یارو مثل اینه که بخوای روی چرتکه ویندوز 10 نصب کنی. حالا از اینا هم که بگذریم، این طرح رو کدوم عقل کلی میخواد پیاده کنه؟ من قول داده بودم به مردم که روز اول دولت
اعلام بکنم که موضوع ساخت مسکن باید کلید بخوره و وزیر محترم اعلام کردم که شما در دستور کارتون قرار بدین این موضوع رو و اصلا شرط ما برای مسئولیت همین بود. ایشون هم داره دنبال میکنه با حساسیت و با قدرت که این کار انشالله انجام بگیره. این ایشونی که میگه یعنی وزیر راه و شهرسازی همون نابغه‌ایه که توی مجلس خودش هنوز نمیدونست کدوم وزارتخونه رو باید دست بگیره. میخواستن بذارنش وزیر راه و شهرسازی ولی رفته بود برنامه برای وزارت نفت آورده بود. ضمناً 10 دستور کار رو نوشتم که اولین روزم برای حضور در وزارت نفت با برنامه زمانبندی و مسئولین وزارت ابلاغ خواهم کرد که این رو در واقع با یک زمانبندی مشخص اعلام کنم، از جمله ایجاد بانک زمین و موارد مختلف. 10 فرمانی است که روز شنبه به وزارت نفت با برنامه زمانبندی ابلاغ شد. با این گوریل دکلدوز میخواد طرح 1 میلیون مسکن رو پیش ببره. بعد تو میدونی 1 میلیون مسکن چه زیر ساختی میخواد؟ تو برای همین خونهایی که الان موجوده هنوز مسئله آب و برق و گازش رو نمیتونی تامین کنی. بعد میخوای 1 میلیون مسکن دیگه هم بسازی؟ حدود 2 ساعته که برقا قطعه، هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم جز این که بگیم مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی. نگاه کنین ساختمان‌های حمیدیان، رشت، نگاه کنین همه خاموش. بعد آقای 1 میلیون مسکن، تو همونی هستی که تو قوه قضاییه هر روز حکم میدادی که خونه‌های ملت رو خراب کنن. خب اگر ادعات اینه که میخوای مسکن بسازی، چرا خونه‌های ملت رو خراب میکنی؟ حدود 1 هفته پیش ماموران شهرداری با نیروی انتظامی به خونه ما که از روی فقر و بدبختی درست کردیم که آمدن ما رو با باتوم و چوب و کتک و اینا از خونه بیرون کردن و خونه رو تخریب کردن. یا دشمن فرضیشون رو دارن نابود میکنن، هر چی تونستن نابود کردن. یعنی شما ببینید به این شکل تخریب من تا حالا ندیده بودم جایی رو. آدم با دشمنش هم این کارو نمیکنه. با وعده 1 میلیون مسکنم که خیلی اعتمادی ترمیم نشد. بگو ببینم برای اقتصاد مملکت چیکار میخوای بکنی؟ ولی الان امروز میگم که نسبت به کالای اساسی مردم ما هیچ نگرانی نداشته باشن. این موضوع مرتفع شده و الحمدلله اقداماتی در همین مدت کوتاه انجام شده که نگرانی کاملا مرتفع شده. ما از جهت کالاهای اساسی در کشور به لطف خداوند متعال مشکلی نداریم. سر کالاهای اساسی مشکل نداریم؟ پس اینجا چی نوشته؟ افزایش بی سابقه قیمت کالاهای اساسی. کی؟ 15 شهریور. 2 روز بعد صحبتای تو. شاید مفخورای مثل تو مشکل نداشته باشن ولی مردم مشکل دارن. سالی که نکوس از بهارش پیداست. تو همین 2 هفته‌ای که دولت جدید هم شروع شده دلار 3-4 هزار تومان رفت بالا. روی نفت داریم زندگی میکنیم ولی بدبختیم. شاید بگم اوضاع هر لحظه داره بدتر میشه. همین تو همین 2 هفته شاهد گرونی بودیم، شاهد نوسانات شدید ارز بودیم، ریزش مجدد بورس بودیم و خیلی اتفاقاتی که از نظر مردم اصلا خوشایند نبود. برای حل این مشکلات مردم غیر از اون ایشالله و ماشالله دیگه تو آستینت چی داری؟ به مردم عرض میکنم دولت شبانه روز داره تیم اقتصادیش کار میکنه. این تیم اقتصادی که اینقدر داره بهش مینازه یعنی کی؟ مشاور اقتصادی رئیسی شده محسن رضایی که دیدگاه اقتصادیش اینطوریه. ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. من تخصصم دکترای اقتصاد و با معدل 19 و خورده قبول شدم و این 20 ساله فکر کردن. من به شما قول میدم به عنوان یه پاسدار انقلاب اگر آمریکایی‌ها بخوان به فکر حمله نظامی باشن مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه. پس تیم اقتصادی که میگه مشاور اعظمش محسن رضاییه که توی کارنامه‌اش یه بمبگذاری توی آرژانتین هم داره که در واقع کار مشترک بوده با اون جلادی که وزیر کشوره یعنی احمد وحیدی که انترپل هم برای هر دوشون رد نوتیس یا برگ قرمز دستگیری صادر کرده. میتونی الان بری سایت انترپل، اسم هر دوشون هست تو قسمت وانتد پرسونز.
در پایان میشه نتیجه گرفت که با وعده های دوغکی رئیسی و ایشالله درمانی هیچ دردی از عظما دوا نمیشه و درد اصلی یعنی نفرت و نارضایتی مردم از تمام این حکومت پایان ناپذیره و هر روز بیشتر میشه و این میتونه خیلی سریع به یک خطر امنیتی برای بقای ولایت تبدیل بشه. وقت بخیر و خدا نگهدار.